با نهایت خوشحالی و افتخار، پیروزی درخشان فرشته‌خانی، دختر پرتلاش و شجاع هزاره را در رقابت‌های مبارزات آزاد در مهمترین سازمان ورزشی پاکستان به ملت با عزت و سربلند هزاره تبریک می‌گوییم. فرشته عزیز، امروز تو ثابت کردی که استعداد، تلاش و اراده هیچ مرزی نمی‌شناسد و می‌تواند هر سد و محدودیتی را در هم بشکند. ایستادن تو بر سکوی قهرمانی تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه نماد تاب‌آوری، امید و توانمندی دختران هزاره و تمام دخترانی است که در برابر سختی‌ها می‌جنگند تا مسیر خویش را بسازند. پیروزی تو یادآور این حقیقت است که هرگاه فرصت، امنیت و میدان برابر فراهم شود، زنان و دختران ما همچنان می‌توانند در بلندترین قله‌های افتخار بدرخشند. این دستاورد تو پیام روشنی دارد که هیچ جامعه‌ای بدون حضور فعال و قدرتمند زنان به پیشرفت واقعی دست نخواهد یافت. در این مسابقات، احمد سهیل جعفری، جوان هزاره تبار، با زحمات پیگیر خویش و تلاش بیوقفه مربی دلسوزشان همچنان پیروز میدان گردیده و میدال افتخار و غرور را برای ملت و سرزمینش به ارمغان آورد که این زحمات در این مقطع بغرنج تاریخ بر مردم ما بسیار ارزشمند بوده و نشان دهنده نمایندگی خوب جوانان ما در اقصا نقاط جهان است. برای شما عزیزان، خانواده گران ارجتان و برای تمام مردم سرزمینمان که با دیدن این موفقیت انگیزه می‌گیرند و برای خلق افتخار و زیبایی مبارزه می‌کنند، آرزوی کامیابی‌های بیشتر داریم. وزارت فرهنگ و امور جوانان، جمهوری دموکراتیک هزارستان.